برای 7 بهار روزی درد تمام می شد. تاریکی روح را احاطه کرده بود. شب همه را می پوشاند. صبح در دوری هاست. انسان چرا به دروغ رو می آورد؟ تاریکی دروغ، تاریکی انجام. با این دروغ 7 بهار به خودش راه می کابد، کوشش می کند. دروغ آفتاب را از 7 بهار پنهان می کند. بعضا انسان به سوی دروغ می تازد، به دروغی که گویا بارش را سبک می کند، گویا بر دردش ملهم می گردد. لیکن نمی‌داند که یک دروغی که راهی اولی نیست بر دروغی بزرگ در جایش نمی ایستد و مثل برف ترک شده. هر یک دروغ استراب است، هر یک دروغ عذاب است. به نشان رسید. گلی به پیش. دروغ و نفس مثل سگ شکارچی هستند. یاردمچی شکارچی به انصاف مگر با انصاف بودن میتواند. دروغ دائم دنبال ذوقی پلید است. دروغ به شکار رفته ماهیقا شکار میکند. عاقبت این شکار چیست؟ خوردکک. تو را هم نزد عمر گم کنم. عمر خدای توبه، بر وقت بر اومده است چی؟ چرا گریه میکنی؟ تو چه حق داری که گریه میکنی؟ سیده بس کن، قهرم رو نیار. قهرت رو میارم. آیا تو وجدان داری؟ بگو. تو هم مثل دوغن گناهگاری. بس کن گفتم، بس کن. شما هر دو اکای عمر رو کشتید اپا، کشتید. خدایا توبه، شاید عمر به جای کارش رفته باشد. رفته دیدم، در جای کارش هم نیست. با اون نزد تقوی علی رفتنی بودم. وقتی دیدار بینی پس از نصف روزی. عمر دیشب برای واخوری نزد آقا رفته بوده؟ مادر جان، فکر نمی کنم که رفته باشم. آشتی شده بودم دو. سیده تو باید مرا فهمی. چی کاری که کرده باشم برای محبت عمر کردم. دوغن رو خیلی خوب میشناسم. اگر قهرش آید چقدر بیرحم شدنش رو میدونم. خونی ناحقی میریخت سیده، آن رو نگه داشتم. درست بود یا نادرست نمیدونم، اما با چی راهی که نباشد باید آنها رو جدا میکردم. اکنون بوزکای عمر رو از دست دادیم. مگر این از مردن هم دردناکتر نیست؟ سیده، از اونی که تماما عمر رو از دست میدیم بگذار همین خیلی باشد. ببین، بازی رو آغاز کردم. اگر با این بازی عمر رو از مرگ نجات داده توانم، راضیم تا آخر بازی کنم. انا بین، من در روی برایت هستم. ببین، من در لحظه یک فکر کن. اگر پرونی من رو از دست میدهی داغن، بازیر کردنی کلنگ صاحب من نمیشه. التماس نپرون. بعد از این سخنها مرا میکشتی بهتر بود سرما.
ببخشید که تکرار میکنم. بیماران شما رو انتظارند. فهمیدم. شرط است که 100 بار گویید. میبخشید همشیره. میبخشید که کمی تابم خیره است. مرحمت بیمارها رو دعوت کنید. است. سلام دکتر. کشوید جای خواهد شما نیست. کمی ورم کرده است. داروهای نوشتن را هر روز استفاده برید. باز برای تشخیص نزدم بیایید. تشکر. خدا شکر کنید. عمر بند هستم. نه خود 1 دقیقه هم وقت نداری. باید گپ زنیم عمر. التماس. سرما دیروز در دلت اون چی بود گفتی. اکنون چیزی را شنیدن نمیخوام. از این پس بیهوده خودت را غوار نکن. عمر سرما التماس برو. بیماران انتظارند. فکر میکنم که تو هم بیمار داری. مرحمت بیماری نوبتی. این رو با تو چقدر گویم عمر. چقدر توبه. حالا زاغ نولش رو در آب نزده کی زنگ میزده باشد؟ الو؟ چرا باز زنگ زدی؟ مرا با آتش پرتافتنی؟ وعده دادم که پول رو میفرستم. صبر کن. به من گوش کن. برای تو شده دخترم رو به این حال آوردم. کمی صبر کن. دیگر زنگ نزن. همین که پول رو یافتم میفرستم. اکنون شب رو میمونم که دستگیر میشویم. خدایا این بلا رو از سرم دور کن. گم به در خانه بیاید چی؟ حلیمه تو چی کار میکنی؟ علیا کریم علیا کلین با تو گفتم نشنیدی. ثروت کجاست؟ حالا هم پای افزارم رو تازه نکرده است. با مادرم بیرون بر اومد. بیبی اشوده داده بودن که شد آخر شد. این کارهایت را یک طرف مانو پای افزارم رو تازه کن. تقوی جان دستانم خمیر آلود. کارهایم زیادند. ثروت که آمد میکند. چی؟ تا آمدن این ثروت خودم را حفظ کنم. چیزی که گویم در حال اجرا شود. آخر تقوی جان خمیرم ترش میشود. امروز همین خیل پوشید. بی تربیه
در این خانه کلیم بودن رو زود فراموش کرده ای. من میشود گفتم میشود. نیت آقا جان فراموش نکردم. فراموش نکرده ای؟ تو مرغ آدمی شب نمی کنی. بهوده نگفتن بور که پیر شد مسخره سگ می شود. استغفرالله. حاضر زود تازه کرده می بیارم. نمیخواهم. از اون دست خیری می اومدگی اصلا نباید. کثافت. چی میکردم؟ برای گوشت خریدن پول بگرفتم. دائما از من میپرسیدی عادتی نو از کجا؟ خدای توبه، گوشت میخریدم. اگر چنین رفتارت رو میدونستم شد خوراکی به گوشت تیار میکنم. بسیار خوب شد که به نزدت آمدم کوری امین. همین طور نه؟ تو چی کار میکنی؟ اینجا حمام است مگر؟ دیشب سرما از کجا فهمید؟ از کجا دید؟ لیکن با خواست خدا آمد. برای تو خرسان شدم. شانه کن شانه. مایلش داغن بیا امشب با شهر میرویم. با کازینو در آمده استراحت میکنیم. برای من دیگر کازینو وجود ندارد. اما بچه گفتم که کار جدی است. کازینو دیگر برای من وجود ندارد. شوهر دختر میشوم. خیر شد. من رفتم. تو بزدید. امروز کار را تمام میکنم. شادیانه را تیار کن. باوریم نمیآید عمر. سرما با داغان چی کار دارد؟ یعقوب، من حالا درباره باور کردن یا نکردن نی، بلکه چگونه هر چیز زودتر فراموش کردن را فکر میکنم. صبر کن، شتاب نکن عمر. در پس پرده این کار چی سیری نهانی است؟ اجازه ده با او من صحبت کنم، شاید سود یارد. التماس یعقوب، هرگز. در اصل من میدونم که چرا چنین شد. ما نه با آن ساحلی در کاری برآمدیم. کاری را که به ما گفتند دست کشیدیم. اگر تکرار کنم نزد مردم شرمنده تر میگردم. دفتر سرما اکنون برایم پوشیده شد. اکنون باید از پس کارهای پدرم شوم. تا اثبات بیگناهی او از بعضی کارها باید دورتر باشم. ببخشید مامی. هیچ گپ نه. مرحمت بیماری نوبتی رو دعوت کنیم. خوب شده است دکتر. مرحمت بیماری نوبتی. دکتر خانم. داغن؟ این گلها برای تو. خوش آمدی. مرحمت. این گلها به زیبایی تو حسد میبرند. چه زیبایی. زحمت کشیدی. یعنی تشکر به تو. کدام شب تو رو اینجا آورد؟ بیماری داری؟ میدونی بیماری من در دلم سرمن. بعضا چنان در رو حس میکنم که از وجودم زده میبره. زود روی میدهد؟ در هر دیدنی تو، وقتی رویت رو میبینم، وقتی شنیدنی نامم، در هر نفس گیریم. میخواهم دلم آرام گیرد سرمن. کمی هم باشد آرام گیرد، لیکن یک چاره هست سرمن. همسری من باش. احمق دیوانه، چرا سرمه رو خبر کردی؟ نان آخر که را به قتل میرسونه. داری تو چی؟ عمر با شما جیان میشد، با من همک بچه وجدانم نبرداشت. در پهلویمون مرد هست گفته گشتیم. گپش با زنش نمیگذارد و باز من از او چه انتظار شوم؟ این چی معنی دارد؟ زن چیزی نمون که به من نگفته باشد، هرچند که با او
آقا باشم هم پدرش حساب نمیشه، مگر یک خواهشی میده کردیم به دهان بینی امان زد. آخر چی گفت پدر؟ چی میگفت؟ من خدمتگار شما نیستم که به شما خدمت کنم گفت. اوه گپی بسیار مثل مادرش. اپم هم نزدش باشد کسی را سخن گفتن نمیماند. اول رفت زنت را آدم کن، بعد آمده در نزدم راست ایست. شعری که گفتن مشت و لگت هم درس است. بعضی ها انا همه خیل آدم میشوند. رئیس ادوکات آمد، شما را انتظار. چرا خاموش شدی سلمان؟ چی میگویی؟ با من آیله دار میشوی؟ چرا چیزی برایم نمیگویی؟ یعنی من انتظار نبودم. این فکر به سرت از کجا اومد؟ لیکن دیشب چنین نبود. یا اینکه گفته هایت دروغ بودن؟ چرا دروغ بودن دوغن؟ چرا دروغ گویم؟ پس برای نجات عمر گفتی؟ نه هرگز دوغن، برای اون نگفتم. همش رو دونسته گفتم. به من به شوهر برآمدن میخواهی؟ ها؟ بگو، جواب ده آخر. اپا با تو گپ دارم. سلام اکای دوغن. چی شد سعیده، خوب هستی؟ تو رو مادرم جیغ میزنه. چی کاری بر آمده است؟ بیو رفتیم. مایلش میبخشی دوغن، تو بازدید. خیر اکای دوغن. سعیده چی شد؟ گپ زن. با مادرم یگون واقع شده است مگر؟ هیچ چیز نشده است. تو رو از دوغن خلاص کردم. با تو تکلیف ازدواج کرد، خودم با داشتن نتوانستم. بسیار خوب کردی. خودت چرا اومدی؟ تو رو سحر خفه کردم. برای بخشش پرسیدن اومدم اپا. پس پرده کار رو فکر نکردم. اپا وضعیت چه خیل است؟ نپرس سعیده. در بازی کردم غوطه زده ایستاده. یک دروغ محض گفتم، اما حالا این دروغ در گردنم پیچیده ایستاده است. دروغ است اپا. کاری خوب نشد. بی این دروغ در گردن اکای عمر هم پیچیده ایستاده است. برای کار تشکر. همه که هاشیم همینجا هم؟ نه هنوز نامده است، بدتر میآید. تشکر استاد. سلامت باشید. بلا زنت خرید دستم رو میده. چرا احتیاط نمیکنه دوستا صدری؟ عینکتون را کجا کرده؟ در خانه مانده است، در خانه. با دقت باشید از دستتون محروم نشوید. برای چی نمیدونید؟ در وقتی جنجال ممکن در یگانجا رسیده است. برای کار استاد صدری. تشکر. چشمان را در میکند برادر و زور میبینی. خواهی به بیمارخانه بیا، از سنجش میگذرانم. نشود به دیگر جا روان میکنم. این که کار کردن نمیشود. من خوبم. بخشش کار دارم. لبای مادرم تحقیق کردن که تو را به خونه پیشانده خانه دارد. انتظار میشه. خوب شده است یا خوب میآیم. علی دادرم خوبی. بیا گذر. شین در کدام کو گرگ مرده است؟ این خیلی نگو علی. شد خطا کردیم، بدیل نگیر. تو را خفه کردم، آخر از در چیکار کردنم را نمیدانستم. گوش کن علی جان، برای صحبتی مهم آمدیم.
آقای نجدت ادوکت را حمایه میکند. این چیست؟ این وکالتنامه آقای علی. برای حمایه تو علی جان. انشالله با دستگیری آقای نجدت از اینجا میبرایی. خرجش را من پس من میگیرم. تو تنها وکالتنامه را ده تا که تو را از اینجا زودتر براریم. عمر هم انتظار است. بچه بیچاره در خانه تنها ماند. در اولادمون به سرانجامی. علی زودتر به عائله باید برگردی. زودتر وکالتنامه را امضا کن تا ادوکت هر چه زودتر کارا سر کند. خوش آمدی. تو چیکار انسانی؟ همه وقت یک کمبودی داری. من با تو چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ چی شد فکرت؟ من چیکار کردم؟ سن و سالاتم رفته است اما احترام چیست حالا هم یاد نگرفتی. چی من به تو آداب را میزنم ها؟ چی میگویی فکرت؟ چی گناه کردم که تا نه میزنی؟ گوش کن علی، خودت را موسیچه بیگناه نگیر. یک باری دیگر به حرمتی از نسبت پدرم شنوم از دستم میمیری. از این دختری بیچاره چی میخواهید فکرت؟ موی سرش را برایتان جاروب کرد، باز چی میخواهید؟ من با کسی به حرمتی نکردم. یک مراتب مرا هم گوش میکردی. من همسری تو نیستم. همسر بوده است. تو از خدمتگاری که خانه ها را روبوچین میکند یگان فرقی نداری. من نمیگذارم که تو بر این یک زن قشلاقی با پدرم به حرمتی کند. زیب نشو. چی قدری که برایشون خدمت نکنی باز هم کم است. زیب نشو. سلام. سلام. دکتر سرما همین جاست؟ حتما باید با او بخورم. آن کس حاضر برآمده رفتند. با خیر است یعقوب؟ با سرما چی کار دارید؟ مسئله مهم نیست. درباره تو هم نیست. گوش کن پسر عمه. از این پس مسئله سرما مسئله من است. یا این که تو را عمر روان کرد؟ عمر مردی نیست که مرا استفاده کند. کارش را خودش حل میکند. گوش کن مرا. در مسئله سرما کاری نادرست میکنی. سر دختر رو گرم مکن. در زیر این آتش تو هم میسوزی. میبینیم که میسوزد. داغن ایست. داغن التماس بود. ایستو داغن خواهش میکنم. به من نگاه کن. تو را دیگر در نزد سرما نبینم. اگر فهمم که به عقل سرما یگان شبهه در آوردی میکشمت. داغن تو چی گفتنت رو نمیفهمی. گوش کن داغن. در کدام وقت خاموش بودنت را از یاد نبرار اما بچه. اکا تو هم به بیگناه بودنم باوری داری؟ به تو باور میکنم علی. پروا نکن من تو رو در این سراخی تنها نمیمانم. از کار اخیر نمانم. خیلی که گفتند کار این روزه را با فردا مگذار. رفته زود از پس آزاد کردنی تو شوم. اکنون رو سلامت باش دادرکم. رو اکنون کلید طلایی در دستتان آقای ادوکت. خواستتان را اجرا کنید. مهر در دست کسی باشد سلیمان همان است. اشتها آور. خودم تیار کردم پسرم. اوش شود. ینگه حلیمه دستتان درد را نبیند. در انتخاب عروس خطا نکردم.
ینگه سرما مرا قبول کرد کارهای باقی مونده به ذمه شما. به گوشهایش خوانده به دلش راه یابید. عمکم را هم راضی کنید. کاری گفته ای تو آسان، اما تو خواهشی مرا اجرا کردی؟ تیار است. خوش دامنم را ملال نمی کنم. لیکن بگویید که این پول ها به کجا می روند؟ ینگه نادرست نفهمید. چرا از عمک حمزه نمی پرسید از من می پرسید؟ اگر سرما را خواهی نگو تاری کار را نپرس. اشتیای تو. بخیر است عمر جان. چرا غمگینی پسرم؟ بابا پدرم چال داشته باشند. عمکی هاشمت امروز نزد پدرت رفت. حتی برایش ددوکت برده است. ای خدا، این کارها با یک دیگر راست نمی آیند. باید راهی یافته پدرم را آزاد کنم. این روزهای بد پی در پی آمدند. روزهای خوب باشد به فردا گذاشته شده. به کارهای خیر نیت کرده بودیم ولیکن بخیر است؟ چرا چهرهتون دیگر شد؟ به نظرتون می نماید منیر جان؟ یکان دردی دارید و از من پنهان می دارید. بیبی آمده رهایم آمده. خوش آمده. پدر نگاه کنید که ها آمده. بابا جانی بابا. مرحمت گذر دخترم. با اجازت شما اما جان دستتون درد آمد. آش شود پسرم. آش شود پسرم. ای علیه فکرت کجاست؟ چرا نآمد؟ بیا. این کار تا این وقت میستم مگه؟ زود رفته بیا زود. سلام که ها رو میبینم. در کجا ها میگردی؟ در وقتش برآمدهای شیر خانم را ترک نمی کردی. پس ما شدیم. امروز ها کمی سرکارم. وای ایشیل خانم امشب به سنا میبراید؟ میبراید البته میبراید. کنی رفتین؟ اگر خواهی پیش از برآمد با او واخوری کن. من رفته یک میز رو برایتان آماده کنم. با این رفتار تقایم مناسبت با فکرت بد شده ایستاده است مادر جو. فعلی دادرم را میدانم لیکن چیزی که نباشد او هم تقاید هم خسارت می شود. رفتاری زن با اهل عائله مرد خیلی مهم است. تو نسبت خسارت با صبر باش. حرمتش را دوچند کن. شوهرت هم مهربانتر می شود. راست میگویی او مهربان می شود. می شود دخترم. فکرت رو دوست داشته اویله دار شد. باور کن حالا هم دوستت می دارد. آقای فکرت این چه خوشبختی است. دیر باز شما رو ندیده ایم. کارهایم خیلی زیادن. کسی در تالار برآمدی مرا مثل شما با هوس گوش نمی کند. خودتان رو از ما نگریزانید. برعکس من هم نمیخواستم که از چنین زیبایی محروم شوم. یعنی تو را گوش کردن ذوقم رو میارم. تشکر آقای فکرت. با اجازت شما.
امشب تنها برای شما می‌سرایم. همین رو هیچ نپرتفته. بخیل میگوید که باز 10 سال دیگر میپوشم. 3 ماه است که داد میزند، لیکن من هم دست نزدم. تو رو دعایی خیر میکند. فعلی تقویم هم میخواستینگه بسیار که استفاده بردن پرتفته نمیتوانم. البته شاید که درست باشد. شاید نگاه کن، با آنها نگاه کن. کمتر پس گرسنه میگویم. هفته خوراکشان رو تیار کنم حاضر میگویم. من به شما کمک کنم ینگه جان. کارهایم رو تمام کردم. بچه ها بسیار دوتوز نکنید، زود به خانه های خود. تو ما رو داشته نمیتوانی. انا تو رو میدارم. انا تو رو داشتم. انا کن تو ما رو دار. داشته نمیتوانی. رفتم به اینجا بیا. آقای عمر، اکنون باید به این حال عادت کنی. سرمه را تنها از دور نگاه کرده میتوانی. طرف مثبت پیشنهاد را نگر. باز اجازت هم میدهم. دیدی چه مرد خوبی هستم. دفتری سرمه برایم محکم شده است. اکنون میدان است تو. چه خیلی که میخواهی همان خیلی بازی کردن گیر. درونم میسوزد سیده. این چه حال است؟ درونم میسوزد. زیق نشو آقا جون، همش میگذرد، همش خوب میشود. دخترم، این چی احوال؟ چرا گریه میکنی؟ سیده، ما را کمی تنها بذار. گوش کن دخترم، تو دختر یکمی من هستی. یعنی تو رو دویم روی دستم میگرفتم. میدونم پدر. این دفعه از دستم چیزی نمیآید، لیکن حس میکنم که از برای چی اینجا نشسته گریه میکنی. باید همین خیلی شود. ما یک اویله کلانه، بعضا چون قرار میبروریم. باید فهمی
گریه نکن. بیا حمزه جون بیا. قهوت رو برای فول محکم کردم. شین یک فولت بینم. خیلی خیلی مالش ببین کنه چی میشود. حالت چی باشد فولت همان است. اوهو چی ها میبینم چی ها؟ چی بوده است؟ در بالای اسب دفری هست، در کیفتش پرنده است، کبوتر است، به حد زیباست. قسمت برکت است والله. خوب برکت دیت. روز باشه چی؟ حمزه اینجا لباس عروسانه است، بوز داماد است. است داغنی خودمان. نگاه کن، خوش سیاه، چشم سیاه. والله میگم بالله میگم حمزه با فکرم توی سربای داغم برآمد. چقدر خرسند شدم، چقدر خرسند. چی خیل توی؟ در اونجا چی خیل خوش سیاه و چشم سیاه دیده میشود؟ صبر کن. چرا باید صبر کنیم؟ فولهای من همش راست میبراید. چرا باید صبر کنیم؟ شین حمزه ایستا. شین ما باید مصلحت کنیم. این کاروان ما را تا کجا میبرد؟ دایم جنازه بیا کمی شادی کنیم. مگر ضرر دارد شادی کردن؟ من میگویم که توی سرمده داغن را هر چیز زودتر سر کنیم. در این فول تو داغن برآمد. حتی عکسش را هم دیدی، اما بخیر باشد. من سبب خرسندی تو رو نمیفهمم. شما هم عجایبید. من هم میخواهم که دخترم خرسند باشد، لیکن کسی نمیفهمد. ای حلیمه، این کار به سرت بلا می آورد. سلام علیکم عزیزم. و علیکم السلام. چی؟ جان تو میدانی؟ لیلی مجنون روزی برای تقسیم خوراک به بیرون میبراید. مجنون او رو میبیند و زود همین خیر نگاه نمیکند. جان این خیلی کار نمیشود. داخل خوراک تقسیم کن لیلی باشد و مجنون نگاه نکند. اما که قربان این حال نه فکر لیلی را کرده میتوانم و نه مجنون را. تو اولا گوش کن. وقتی فکر کردن که یافتی لازمت میشود. مایلش اما که قربان نقل کنید. شما آدم خالی نیستید. خالی بوده در خالی میماند. خدا کسی را در خالگی نماند. آمین. چی گفته ایستاده بودم؟ لیلی به فقیران خوراک تقسیم میکرد. مجنون دیدن زمان خودش را در قطار جا میکند. لیلی میبیند که در قطار مجنون است. کفلیز را برداشته به سری مجنون میزند. چون این هم باید میشود. جیان تو زود حکم ده. سری مجنون درد یافت و میانش خم شد. لیکن گویا که در رویش ماه برآمد. بچه‌ش میدونی؟ ترکش کرد. این خیلی میشود. این آدم دیوانه دنیا نیست. چی کند اما که قربان؟ کفله رو با سرش زد. دیگر چیکار کند؟ نه جان نه. مجنون باز به قطار ایستاد. البته که باز کفلیز خورد، ماندن نشد، معیوب نشد، باز به قطار در آمد. باز مزه کفلیز رو چشید. چی او رو مجبور کردن؟ برای چی؟ همه اطرافیان به مثل تو پرسیدن. چی گفت؟ معنیش گفت مجنون. من هر مراتب به لیلی نزدیکتر میشم. از این زیاد زیباگی میشود مگر؟ او مجنون بود اما که قربان. راست میگویی جان. او مجنون اما دیوانه نبود. عشق به مولا نزدیک بودن است. دل که سوزد به یار کفلیز می آید به سر. آدم باشی میفهمی. کفلیز می باید به سر، خلق نرود به فنا. استید اما که قربان
چی گفتن میخواهید؟ من از کفلز و کفلز خوردن نمیترسم. اگر مراتبه کفلز نآید انا اون وقت میترسم. خب لیکن من حالا چیکار کنم؟ به قطار درا. کفلز همخوری قطار را ترک مکن. تخمی پوسیده مادامی که نوشیده نمیتوانی چرا مینوشی؟ علیا 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 من خودم میروم. زاغ بلبل را تقلید میکنم گفته از آواز خودش مانده است. داغن را تقلید میکنی احوالت را بین. در پا ایستاده نمیتوانی. ببینید آقا کورتاتون رو تیار کردم. از ینگه هم خواهش کردید کاری اون کس زیاد خودم تیار کردم. خواستتون شده است. ای دختر تو مرا مسخره میکنی؟ این رنگ از کجا؟ کرته ای دوست داشتم رو چیکار کردی؟ باز شرم نکردم و دستم میدی؟ دقا چی خیل شد نمیدونم. شسته در جوش مونده بودم. نگاه کن تو با این احوال مگر مردی؟ تو این کارهایت را برقص میکنی؟ میکشم من تو را در نفسی میکنی. نشم مادر میکشم من تو را در نفیم میکشم رو نمیشم. دختری پیچون از دستی شما چی عذابهای را که ندی؟ برای چی میزنی؟ سر و لباسات همه وقت تازه، شکمت همه وقت سه. برای چی او را میزنی؟ خیز دخترم خیز. این زن برای اثبات زن بودنش 1000 شاهد در کار. لباسش را بینید، این هفته اندام را بینید، ایستادنش را بینید. از بیبی هم یکم فرق ندارد. باز شما را زن میگویید. یک به آینه نگاه کن. به آینه گریم نکن دختر. مادر جون زیغ نشوید مادر جون. شما برای ما زیباترین زن در دنیایید. شیعه نکنی من شوخر که شما هستید مگر نه من چی کار میکردم؟ دیروز عمر چیزی نخورده خیسته رفت. هوشم در اوست. اگر این خیل دوام کردن گیرد او خودش را از دست میدهد. آره بسیار غم میخورد. نمیدونم چی کار کنم و چی خیل به او کمک کنم. خطایی کردیم اما برای اصلاح آن دشواری میکشیم. چای ریزم. تشکر. دستتون درد رو نبیند. با اجازت شما پیش از مکتب به یک جا رفتنم لازم. میلش اگر کارت باشد. بخیر است واقعا. در این سری بر وقت توی داری چی؟ تا توی وقت هست کوری امین. اول یک کاری ناتمامم را انجام دهم. باز همه را ویران نکنم. سرما؟ صبح بخیر. از دیروز میخواهم با تو صحبت کنم. سلام یعقوب، بخیر است؟ چی شد سرما؟ چی شد که با عمر مناسبتت رو ویران کردی؟
медони ӯ дар чӣ ҳол аст? дардашро намебинад, на гап мезанаду на дардашро ба касе мегӯяд. сурма ӯ фикр мекунад ки фирин курдааст. чӣ воқеа? ёқуб, ман коре накардам. барои ба ту фаҳмондан ҳол надорам. беҳтараш биё дар ин мавзӯъ гап назанем. мо хешу таборем сурма. дар рагҳоямон як хун ҷорист. забонат ҳар чӣ мегӯяд, аммо нигоҳат ҳама чизро мефаҳмонад. аз барои худо бигӯй, худаш чӣ гап? чӣ воқеа рӯй дод? ман медонам ки чӣ қадаре ки умар туро дӯст медорад, ту ҳам умарро ҳамон қадар дӯст медорӣ. пас чаро сурма? чаро доғанро умедвор кардӣ? гӯш кун, дигар чорае надоштам. доған умарро парондан мехост. барои ором кардани доған чизе ки гуфта бошам, ба хотири наҷоти умар гуфтам. чӣ хел ман ба доған ба шавҳар мебароям вақте ки ӯро чашми дидан надорам? ба ин хел мард чӣ гуна зан мешавам? ҳама инро ба умар гуфта наметавонам. агар донад боз бо доған рӯбарӯ мешавад. аммо агар ту гӯӣ, ҳақиқатро нагӯӣ, ҳам ӯро ором кун. ту парво накун. аз дурӯғ муҳаббат намесозам. ман умарро аз ҷонам зиёдтар дӯст медорам, лекин танҳо аз ҷони худам. муҳаббате ки ба умар дорам, намехоҳам ки ӯро ба таҳлука андозам. ту маро фаҳмида метавонӣ. ҳеҷ кас боварӣ надошт ки меояд. инак тоҷикистон, шаҳри душанбе ва Сами Юсуф хонандаи олитарини аср, таронаҳои поку зулол, обиву беиллат. Сами Юсуф рӯзҳои 7-8 октябр соати 17:30 дар похи Борбад. аввалин дидор бо сарояндаи аср. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. گفتی که از دروغ محبت نمیسازم، لیکن خودت ساختی. آقای عمر، اکنون باید به این حال عادت کنم. سرمه را تنها از دور نگاه کرده میتوانی. طرفی مثبی پیشنهاد را نگر، باز اجازت هم میدهم. دیدی چی مردی خوبی هستم. اکنون تو خودت را به چنین احوال عادت کن. سرمه را در خوابی شبت ببینید آخر نمیگذارم. خسته نباشید دوستان. قرار کار احمد. تشکر اکرم. استاد صدری آمد؟ نه، هنوز آمده است. او عادت کرده است کدام وقتی که خواهد همان وقت می آید. نخواه. خانه‌اش را میدونی؟ بخیر است یعقوب؟ با کجای خیل سراسیمه؟ عمر رو باید حتما بینم. نزدی او رفته ایستادم. با عمر نیم ساعت پیش واخوردم. با دوریدگر خانه میرم گفت. انیق؟ تشکر. سلامت باش. پروا نکن، نزد عمر روانت میکنم.
نعمت اینها را گیر آخر. باز سحری بر وقت به بازار رفتی؟ دلم گوش بریان خواست و بازاری کردم. اکنون تو یک گوش بریان خوبه برایم تیار کن و نوشی جان کنیم. روزهای آخر تماما دیگر شده ای صدری. کنی به من گویی که این آبی آسیاب از کجا می آید؟ از روستای کلان شدم، معاشم زیاد شد. من کمی راحت کنیم. تو با کاری من کاردار نشب. گیر اینها را گیر. به من ده. صدری گوش بریان رو یک طرف مون و اول به خودت عینک گیر. از روزی که اون رو گم کرده ای پیش بینیت رو دیده نمیتوانی. به خانه درو بیا. شد بس لبای یعقوب رو یعقوب سلام جانم یعقوب رو باشید باز هم زودتر یعقوب رو نجات شما خواهد بشوید حجره جراح آماده سازه دعا کنیم تا که خداوند یعقوب را به ما دوباره برگرداند. های خانمی سرما، دوغن چیکار میکنی؟ فکر کردم که تو مرا در حق دوست داشته ای. میدانی 2-3 روز آخر چنان خوشبخت بودم که افسوس فریب خوردم. دوغن من هیچ چیز مگو. از این کار دست نمیکشم. خواهی هم دست نمیکشم، نخواهی هم. تو مالی منی، از من. تو چی گفتم میخوایی دوغن؟ من مول نیستم که به من چنین گویی. کم گپ زن و گوش کن. هر آن کس که مرا از تو دور کردن میخواهد نیستش میکنم. چه خیلی که این روز یعقوب را نیست کردم. اپا یعقوب را چی شد سیده؟ یعقوب را ماشین زده گریخته است. حاضر در بیمارخانه است. چی؟ زده گریخته است؟ دختر نشتار دختر آدیهید این دفعه موفق می شود. در این بالای میز دیگر کسی نمی میرد، با خواست خدا البته. حاضر به تو احتیاج نداریم سرما. می توانی برای بیمارخانه را تنها نگذار. ایستادن میخواهم. التماس برا. فکر میکنم که تو هم میدونی که جراحی خانه جای بحث مناظره نیست. التماس سرما برا. خودت رو به دست گیر. انشالله همش خوب میشود اپا. با خواست خدا عمر دوستش رو نجات میدید. دستت رو گیر. سرما دادرم چه خیلی خوب است. التماس بگوی پسرم چه خیلی است. خواطر نشوید، حالو در جراحی است. عمر کاری از دستش آماده رو میکند. اما زیخ نشوید. میدونید یعقوب در دست دکتری خوب است. با اجازه شما اینجوش خودت رو به دست گیره نخورو بیا. همش از برای من و همش من گناهگارم که یعقوب در تلاش حیات است. عمر دشمنم شد. اونها نمیدونن که این کارو دوغن کرده است. اگر دونن خدایا. اما که قربان
شما اینجا بودید؟ دارم اینجا دخترم، همینجا. ببخشید شما رو ندیدم. کجا رو که دیدن خواهی همونجا رو میبینی. جای نظر نکردت رو نمیبینی. نه به جای نظر نکردم، فقط کمی پریشان خاطر هستم. درد هست، درد به اهل طب داده شد. با مولا که دست دعا کشادی شفا به وسیله جراحی میاد. همین خیلی دخترم. لیکن هر گونه درد رو به دکتر باور کرده نمی شود. من هم همین رو گفتنی بودم. لیلی رو پرسیدم چرا اینقدر مجنون بیچاره رو اذیت میدی؟ لیلی چی گفته است؟ عاشق از درد عشق نباید آه کشد. آخه عشق درد است اما که قربان، چرا آه نکشد؟ آه کشد، از دردش عاشقش خبردار می شود. لیلی گوش کن دخترم، بیگانه هایی که از عشق خبر ندارن عشق مطلی می گردن. مطلی در چشم بیگانگان قیمت ترین است. سیر که برآمد کرامت عشق پریده می رود. برای همین لیلی مجنون را اذیت می دهد. لیلی نیستم که دانم، مجنون نیستم که فهمم. عاشق دعای ما وصل می خواهد، می ترسد که از دست می دهد و می ترسد که بخورد. یعنی عشق ناامیدی است؟ این انتظاری ناامیدی است. عشق سخنهای بیهوده را نمی خواهد. عشق می خواهد به وصال برسد و زیبایی هیچ وقت تمام نشود، چهره ها غمگین نگردند. مگر چنین می شود اما که قربان؟ لیلی چنان دوست داشت، چنان دوست داشت، جای زده کفلیز در نمیداد، عقل معشوق را بیدار میکرد. چی خیلی اما که قربان؟ کفلیز جراحی دخترم، تو هم لیلی شبو کفلیز گیر. شفای مجنون در همان است. اما که قربانتون شوم، چی میگوید نمیفهمم. قربانت شوم، من مجنون نیستم. آن طرفش رو مجنون میدونم. مجنون چی رو میدوند؟ مجنون چی میدوند؟ لیلی هم عینن است. اگر عینن باشد 1000 کفلیز خورد هم باز از قطار نمی برآمد. یعقوب جیان بیچارم، یک صدمه بس نبود که دیگرش باز او را یافت. انشالله از همین هم نجات حمزه تو رفتن گیر، من ها از آنجا میوه گرفته میآیم. میوه گفته حلیمه؟ عیادت بیمار چنین است، نشی را هم رو نگیر، رفتن گیر، من زود میوه گرفته میآیم. تو دیوانه شده ای؟ بیمار در جراحی خانه است، حال خوردن ندارد. راه گرد پیش در رو. عمر چی شد؟ یعقوب خوب است؟ خدا شفا دهد. یعقوب این را هم پسی سر کرد. 1000 بار شکر خدایا، 1000 دم کو همش خوب می شود. شیرین جون همش خوب می شود. تشکر بابا جان. چی شد؟ یعقوب خوب است؟ خوب است امک، جراحی خوب گذشت. پس از 1-2 ساعت به خود می آید. از تو نپرسیدم. حمزه خودش چی گپ؟ در این خیلی روزهای وزن ما باید کینه و عداوت را فراموش کنیم. آخر ما یک عائله ایم. یکی از ما از دم مرگ برگشته است که جیانی تو هم میشد فرزند برادرت. یعقوب نجات یافت و حالا مهم آن است که جنایتکار را باید پیدا کرد. راضیید؟ کسی کرده است، خدا جزایش رو بدهد. این صدمه یادی نیست، کسی دانسته زده است. کی میتوانست چنین عمل را به یعقوب روا بیند؟ دوغان تو چی گفتی؟ کی کرده است؟ دوغان گفتم، دوغان سحری خودش به من چنین گفت. تو میدونست که دوغان کرده است؟ اکنون با ما میگویی این دوغان خیلی قیمت بوده است. شخص قصد جان جانمان کرده است و باز خیش داریم که او را حمایت میکند. معلوم شد که دوغان برایت خیلی شخص قیمت بوده است. همین خیلی سرمه. حیفی تو، حیف. زود به پلیس خبر دهید، دیوانه رو دستگیر کنند.
من ملکی حمایت کننده تویم سرمه جان. کسی میانی محبتمان در آید از رایلش میشوم. داغان 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 بایتاری جنگاوه از یعقوب چی میخواستی؟ چی میخواستی از یعقوب؟ گابزان گابزان از حد گذراندی بایتار. تو خود چی میخواهی؟ میکشم. تو چی میخواهی؟ تو چی میخواهی از من؟ چی میخواد؟ چی کار داری ها؟ تو چی کار داری ها؟ میکشم. چی کار داری؟ میکشم. چی میخواستی از یعقوب؟ چی میخواستی؟ میکشمت. دعا کن. تو دعا کن که تو را نکشتم. دعا کن که تو را نکشتم. آرام باش. با شما میرویم. زود. به هر کجا که خواهید میروم. خودت را هر قدر در رانی هم. هر قدر در رانی هم. سرمه را از من نمیگیری، فهمیدی؟ هرگز. پسر جونی من، جوان و جگری من، این چه بی‌طولی است. در صدمه اول چه عذاب ها کشیدیم. پسرم پایهایش را از دست داد. باز شکر میکنم که خدا حیات بخشید. دیگرش مهم نیست. دخترم، این در تا آتش است برای پختن خشت‌های خانه‌های قیامتمان. خدا به ما صبر و تحمل داده است که از زبان اون شکایت نبراید. دنیای فانی این خیل هم میگذرد و آن خیل هم. پدر، دخترم چرا این کار را کرد؟ عقلم قبول نمیکنه. از پسری من چی میخواهد؟ رابیه، شاید خطا از من بود. داغن به رحمتی پدرش رفته. فرصتی نشد که از مادرش نیز تربیه گیرد. باید به رمزی اجازت نمیدادم که کلینم را پیش کنم. قبل از همه داغن را باید فکر میکردم. در اصل خطا از من گذشت. همه امون گناه هایی کرده امان را جبران میکنیم. در این کار عیبدار را کفتن شرط نیست. بسترم. اوه خوش آمده دمک. میدانی چیکار کرده ایستاده ای جان؟ از چارچوب بر آمده ایستاده ای. از آن که مرا گوش نمی کنی همه را برباد میدی. امک، اگر مرا عذاب دادنی باشی خودت را خسته نکن. من از دعوایم دست نمیکشم. یا مرا از اینجا برار یا کار دارم نشم. میلش داغن، لیکن دانستم که با آیله دار شوی سرمه همه چیز تمام نمی شود. دختر به این خیل حیات کنه راضی نمی شود. راحت می خواهد، دارایی می خواهد. با من که باشه همش می شود. برای از اینجا برآمدن نزدیک تر بیا. تنها یک راه است. عمر، با تو گپ زدنم لازم. دیگر طاقت صبر ندارم. یگان گپی تو گذشته رو تغییر نمیدهد سرما. حاجتی گپی بسیار نیست. فهمیده نمیتوانم که گذشته رو با یک حرکت تازه کردی. تو چرا این طور کردی سرما؟ نمیفهمم. دستانم به خون آلوده شدند. نزدیکانم از من دور شدند. بیگانه به سویت سنگ پرتوید علم نمی کند. لیکن کسی نزدیکت به سویت گل پرتوید. بس گفتم. اگر کسی نزدیک بوده گل پرتوید و در کند، آنگاه آه کشیده به تمامی مردم آوازه باید کرد.
او که گل پرتافت گفتنیست که گل را که دوست داشته به خارش طاقت بکن. گل خودش خار را نخواسته است. کدام گل بخار است؟ مگر بلبل خاری گل را نمیداند؟ او مهر چرا اینقدر مرا میسوزانی؟ کنی بگو هاشیم، آن چیز که نزد پدرم گفتن نتوانستی و مرا اینجا آوردی. گوش کنید ابا، هممون باید در زیر چتر یک آیله باشیم. اگر ما ضد یکدیگر باشیم تنها دشمن‌هایمان شاد میشوند. چی مقصد داری هاشیم؟ چی میخواهی؟ شکایتی که برای داغن کرده بودی بازگیر. ها؟ کاری کردهش نادرست است. به جزا هم نمیماند. جزا رو ما خودمون میدهیم. اعضای آیله را با دست خود حبس کردن تنها آیله را پراکنده میکند. مردی فکر آیله میکردگی را بینید هاشیم. این آیله را خودت پراکنده کردی. این بیگناهی و نیتهای بدت را ماند. داغن را تو به این کار روان کردی. فرزندم از دم مرگ برگشت. دوباره کوشش نکن که به من درسی آیله داری دهی. داغن رو حمایه کردنی من تنها یک سبب دارد. چون که داغن مرا ببخشید سرما، دخترم به تو گپ دارم. تعجیلاً حاضر می آیم. چی می خواهید اما گپ زنید؟ امروز داغن را خبر گرفتم. در برای داغن با من گپ نزنید اما که هوشیم. شنیدن نمی خواهم. لیکن اگر شنوی خوب می شود. داغن برایت پیغام می فرستاد. شی دخترم. برای عشق تو شده او همه گونه دیوانگی رو می کند. حالا این فعلش رو خوب فهمیده ای؟ داغن به من گفت که اگر دعوایی کردهش را پس نگیرد از این بدترش را می کند. اگر او را از حبس آزاد نکنی به عملهای آیندهش تو جواب گری. چی گفتید؟ ای دخترم، ای جیانم، کله داغن نسبت به ما دیگر خیلی کار می کند. او برقصد خودش رو به حبس گرفتار کرد. نباشد چرا شادرشان آمده و تو گفتی من کردم. با من فهمونیدم اگه چی میخواهد؟ هم تو را ترسانید و هم با یاردمی تو او را حبس کردند. او نزد علی رفت، نزد قاتل پدرش. یعنی امک علی رو کشته نیست؟ تنها همین باشد خوب. اگر کار را به شاهد کند باز دیگران را میکشد. میفهمی؟ خوب فکر کن دخترم. اگر داغن را به حبس روان کنی پس به او خوبی کرده ای. داغن در حقیقت یعقوب را کشته نبود امک. آقای فکرک، این چه خوشبختی است. دیر باز شما رو ندیده ایم. پدر جان، یعقوب تقویم نمیمورن. آخر مادرم برای تقویم میگیریم. نه دخترم، یعقوب تقویت سیاد میشود و مادرت خرسند شده. دیگر گریه نمی کند. تقویم سیاد میشوم پدر جان؟ خواطر نشوید. البته سیاد می شود. درست رو تیار کن پسرم.
апа, дигар тоқат кардан наметавонам. рафта ҳама чизро ба акай Умар мегӯям. доған ҳам ҷазоашро гирад. ва ту чӣ? баъд чӣ мешавад медонӣ Саида? ту чашмони доғанро надидӣ. ҳозир ҷазо мегирад. агар баъди 2 моҳ барояд чӣ мешавад медонӣ? қасдаш ба Умар даҳчанд мегардад. ана он вақт пеши роҳашро гирифта наметавонам. дасту поҳамон баста аст. дасту поҳамон баста аст? ин чӣ ҳолат аст? شما چه میگویی جان؟ چیکار کنم مامک قربان؟ هوشم پریشانی هوش خوب است. تاریکی را که دید ایستادن میخواهد. همین خیلی نمیدونم مامک قربان. مجنون لیلی را با دیگر عوض کند چی میشود؟ هلاکت میشود. در چنین عشقی غفلت نمیشود. پس این مولا لیلی راه بلد است. تو راه را اینجا آوردی. تو خدمت را ترک کردی. اینجا آمدی. حاضر از پس لیلی هم دویده او رو ایست گویم. احتالا تو خود گفتی؟ من چیزی نگفتم. نباشد ترکش کنم. ویران کرده را تعمیر نکرده کجا میروی؟ هم رو هم ایست. آخر چی کار کنم؟ عشق آتش است. خود را که پرتافتی میسازی. تمام شد دادن؟ بله اپا از نزدیکترین شعبه میتواند پول رو گیرد. شد تشکر. سلامت باشید. حمزه من دیروز میخواستم به قشلاقمان پول روان کنم. پول به من ده. سلمانجی پیش در راه. همش رو تو نادرست فهمیدی حمزه. نگازه صبر کن همش رو میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ الکی پول رفته است. با تو نگفته بودم که دیگر با آن دادر خماربازت گپ نزن. او از دیگر کس قرضدار شده است. تهدیدش میکنن. چیکار کنم؟ دلم به او میسوزد. دادرم است آخر.
ایوای دیوانه همین قدر دور است و حالا هم ما رو غارت کرده ایستاده است. تو هم مسخره او میگردی. آخر نگفتم که دوباره با او گپ زدن رو نبینم. قرضدار شده است، گویا که کار نو است. میوه نخوردم، یگان بار نخوردم. خدا ما رو با او روبرو نکنه. توبه توبه. حلیمه، لبای تو پولهای فرستاده‌ات رو از کجا یافتی؟ دروغ چنان برگردن انسان میپیچد که انسان به نفس میماند. حتی با حیات دست به گریبان میبردد. بعضا قلب انسان را میسوزاند. بعضا خاموشی هم دروغ را میآورد. خاموش ایستادن بیخبر بودن است. گل با امید بلبل را انتظار است. بلبل به دیگر باغ می رود، نامه هایش را بر دروغ می خواند. عاقبت بد است اگر در وقت امید بمیری. عمر سخت ناامید شد. محبتش چنان بر زیاد بود که یک دروغی خورد مثل سوزن خلطه پر را کفاند. ابرهای سیاه محل هفت بهاری احاطه کرده بود. ابرهای سیاه محله هفت بهار را احاطه کرده بودند. ابرها می آیند، می آیند، می آیند. فشار خونش چطور؟ مقرری دکتر. خوب میتوانی بروی. یعقوب عمر احوالش چخیر؟ یعقوب کی بیدار میشود؟ خاطر نشو علیا. خطرش دور شد. همش خوب. تنها بیدار شویش رو انتظار میشویم. شکر خدا. یعقوب را دوباره خندان دیدن میخواهم. انشالله میبینید اما. انشالله. یعقوب یلماس در اتاق رقم 6 خواب است، از طرف راست. تو اینجا چیکار میکنی؟ با عیادت پسر عمم آمدم. چرا حیران شدی؟ عمر است. آرام شو. داغن تو چه خیلی آزاد شدی؟ یعقوب را کشتنی شدی و باز به عیادتش آمدی؟ بابا جان، کی میگوید که من یعقوب را کشتنی بودم؟ تشکر به سرما که بیانات نوشت. وقتی صدمه من با او بودم. نخواد کسی در حقیقت یعقوب را کشتنی بوده است. قریب بود که سری من در بلا ماند. همین خیلی نیست سرما؟